خیلی خوش اومدیم به چنل من با یه ویدیو تخصصی دیگه در مورد وزنه تخصصی جودو که خیلی مهم هستش که ورزشکارها اطلاعات کافی در مورد این داشته باشن که چه زمانی بهترین زمان برای شروع وزنه زدن تخصصی جودو هستش. در حالت کلی چه حرکاتی خیلی مهم هستش که در برنامه روزانه‌شون، در برنامه‌ای که هدفشون چی هست رو قرار بدن و بتونن بهترین نتیجه رو از ورزششون بگیرن. در رده سنی پایه خیلی مهم هستش که روی وزن بدن تمرکز کنیم، حرکاتی که با وزن بدن انجام میشه و از وزن زدن دوری کنیم، به دلیل اینکه عضلات نوجوان هنوز شکل درست خودش رو نداره و ممکنه با وزن زدن دچار آسیب دیدگی بشه. در رده سنی نوجوانان بهتر هستش که روی فرم صحیح حرکات تمرکز کنیم و ورزشکار رو وادار کنیم که حرکت را به صورت صحیح اجرا کنه. هدف ما در واقع شکل صحیح باشه، نه عضله سازی یا رکورد گیری. اما در رده سنی جوانان و بزرگسالان بهتر هستش که روی حرکات تخصصی جودو بیشتر تمرکز کنیم. همونطور که میدونی ورزشکارای بزرگ مثل شوی اونو، ایلیادیس یا تد رینر همیشه در دورانی که اوج خودشون بودن از حرکات مهم تخصصی جودو مثل پاور کلین، ددلیفت، مثل اسکوات خیلی بهره گرفتن و تونستن با قدرت تمامتری تکنیکاشون رو اجرا کنن و به نتیجه دلخواه خودشون برسن. خیلی مهم هستش که هدف از وزنه زدن رو مشخص کنیم، یعنی ورزشکار رو میخوایم وزنه تخصصی جودو رو بر اساس اون برای ورزشکارمون برنامه ریزی کنیم. معمولا یک ورزشکاری که میخواد به مسابقات استانی بره، معمولا توی 6 ماه ما یه برنامه براش میچینیم و آماده سازی رو روش انجام میدیم. ولی یه ورزشکاری که میخواد مثلا مسابقات کشوری بده، معمولا 1 سال ما زمان داریم که یک برنامه کلی تخصصی جودو براش بچینیم و روش کار کنیم. خیلی مهم هستش که ما هدفمون از وزن زدن را مشخص کنیم. و یک نکته دیگه این که روی چه حرکاتی تمرکز کنیم. معمولا این بستگی به شاگردمون داره که چه تکنیکی را بیشتر ما داخل جودو انجام میدیم و شاگردمون هستش و روی وزنه تخصصی همون تکنیک بیشتر مانور بدیم که بتونیم بهترین نتیجه را بگیریم.